درود به بینندگان محترم رادیو انعکاس. میزبان شماییم با یک قسمت جدید در کنار مهمون عزیزمون توانوش یا همون محمد حسین. خیلی مخلصیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. اگر موافق باشی بدون فوت وقت وارد مبحث اصلی بشیم. بریم. بله. موضوعی که آماده کردیم تا در موردش صحبت بکنیم نحوه عملکرد الگوریتم ها در سوشال مدیاست. اما هدفمون از این موضوع چیه؟ ببینید وقتی راجع به الگوریتمی مثل برنامه اینستا صحبت میکنیم یه چند تا موضوع هست که تو ذهن همه ناخودآگاه روشن میشه. مثل چی؟ اینکه من تو اینستاگرام قراره چیزی رو ببینم که مثلا شبیهش رو قبلا لایک کردم. درست. یا محتوایی که تو اون برنامه بهش توجه نشون دادم. البته که روش تمرکز بیشتری داشتیم. احسن، دقیقاً. و باور کلی که در مورد این موضوع وجود داره اینه که این قضیه در داخل یک مثلث اتفاق میفته. تولید کننده محتوا، اون سکوی مابین ما که میتونه اینستاگرام، یوتیوب یا هر پلتفرمی باشه و در مرحله آخر اند یوزر یا همون مصرف کننده نهایی قرار داره. اما یکی از موضوعاتی که میخوایم توی برنامه بهش بپردازیم اینه که الگوریتم به صورت خیلی عمیق‌تری داره کار میکنه و توی این مثلث خلاصه نمیشه. و در کنار این 6 تا عنوان و تاپیکم آماده کردم که وقتی در مورد اونها هم صحبت بکنیم به ما کمک میکنه که این الگوریتم رو به صورت دقیق‌تر و بهتری بشناسیم و درک بکنیم. خیلی عالی. اگر موافق باشیم برای بینندگانی که شاید خیلی تو این حوزه سررشته نداشته باشن به صورت خیلی خلاصه بگم که الگوریتم چطور کار میکنه. ببین این برمیگرده توی 4 مرحله. مرحله اول جمع‌آوری داده هاست، نمره‌دهی به محتوا و پیشبینی تعامل و مرتب سازی و نمایش. حالا این یعنی چی؟ ببین وقتی شما یک محتوایی رو توی یکی از این پلتفرم ها بارگذاری میکنی، این اینستاگرام از قبل آگاهه که چه مخاطب‌هایی دنبال چه محتوایی هستن. برای مثال تجربه‌های قبلیشون. دقیقاً این که چه محتوایی دنبال می‌کردن. برای مثال من با عنوان تولید کننده محتوا یه ویدیوی فوتبالی درست می‌کنم و بعد از اینکه آپلود میشه اون پلتفرم اون ویدیو یا تصویر ما رو به صورت فریم به فریم مورد بررسی قرار میده. یه ویدیو 1 دقیقه آپلود کردی، اون برنامه متوجه میشه توی کدوم فریم عکس اومده، چه عکسی اومده، از چه موزیکی استفاده شده و حتی در مورد چی صحبت کردی. چون الان به کمک هوش مصنوعی حتی از چند سال پیش روی زبان فارسی هم این پلتفرم ها خیلی قوی تر دارن تک تک جزئیات تمرکز میکنن. و تقریبا میشه گفت دیگه زبونی نمونده که نتونه اون الگوریتم اون محتواشو تحلیل بکنه قبل از ارائه دادن. مرحله سوم و چهارم هم پیش بینی تعامل، یعنی اینکه وقتی اون محتوا بارگذاری میشه مخاطب قراره چه واکنشی خودش نشون بده. و مرتب سازی و نمایش هم همون مرحله نهاییه که این ویدیو به چه کسی براش مناسبه هستن و تو همون دسته اولی که گفتی قرار میگیره دیگه. بله دقیقاً. درسته. خب حالا که ما یه شناخت اجمالی از الگوریتم داریم، این چیزی که گفتم همون موردی که تقریبا تمام افراد هم میدونن و ازشون بپرسی الگوریتم چطور کار میکنه همین حرفا به شما میزنن. حالا اون 6 تا عنوانی که گفتم مطرح بکنیم تا با صحبت راجبشون به شناخت عمیق‌تری در مورد الگوریتم برسیم، اگر موافق باشی به سراغ اونا بریم. 100%. بله. قبل از اینکه اینو شروع کنم سوالی نداری؟ همه جاش واضحه؟ آره فعلا که مورد اول شاید این سوال‌ها برای مخاطبین برنامه هم باشه. چرا چند سال افرادی که واقعا چیزی برای ارائه ندارن بیشتر دیده میشن؟ مورد بعدی بررسی پدیده خود سرزنشی توی سوشال مدیا. مورد سوم نقش سوشال مدیا در حواس پرتی ما. و مورد چهارم که یه مقدار بوی توطئه توهم میده ولی همون تیکه اول حرفمه که یک عامل چهارمی هم وجود داره و همه چیز توی اون مثلث خلاصه نمیشه. مورد 5 چرا هویت واقعی ما با هویت مجازی متفاوته و در کل هویت یعنی چی. و مورد 6 که مورد علاقه خودمه و بعد از اینکه تمام این موردها رو شکافتیم و می‌خوایم بهش برسیم اینه که به این نقطه می‌خوام برسونم بحثو که فضای اکسپلور هر کدوم از این پلتفرم ها یک فضای عمومی نیست. یک فضایی که به شما یک جامعه خیلی کوچیکی و از تمام اون جامعه‌ای که فکر می‌کنی و داره بهت نشون میده. مثلا شما وقتی میری توی اینستاگرام فارسی روی بخش اکسپلور احتمالاً تصورت اینه که چیزی که دارم اینجا میبینم بازتابیه از تمام مردم ایران. برای همه یکسانه فکر آره می‌کنی. ولی موضوع اینجاست. تو داری یک
اکسپلوری میبینی از مثلا یک جامعه مخاطب 100,000 نفری، نمیشه تعمیمش داد به 90 میلیون نفر. خیلی موضوع مهمیه، حالا در آخر بهش میرسیم. خیلی عالی. مورد اولی که میخوایم در موردش صحبت کنیم، چرا چند سال افرادی که چیز جدیدی برای ارائه ندارن بیشتر دیده میشن. ببین، الگوریتم به دنبال نوآوری نیست. الگوریتم دنبال فرمول هایی که قبلا جواب داده و قرار بازخورد بگیره. ببین یعنی چی؟ مثلا من الان بیام در مورد یک کتاب قدیمی و معروف تولید محتوا بکنم یا در مورد یک کتابی که خودم نوشتم، قطعا بازخورد متفاوته. شاید کتابی که من الان نوشتم خیلی بهتر باشه، ولی موضوع اینه که الگوریتم به ذاته دنبال محتوای نوآورانه نیست، دنبال یک فرمولیه که قبلا انجام شده و تو هم بیای همونو با سبک و سیاق خودت بهترش انجام بدی. محتوای جا افتاده که دقیقاً برای مثال یک چالش، این چالش هایی که باب میشه یک مثال خوبی برای همین موضوعه. هیچ نوآوری در کار نیست، ولی چون تکرار و تعامل روی محتوا زیاد بوده، هی روی تکرار و بازخوردهای بیشتر میفته. مورد بعدی مورد خیلی مهمیه، بررسی پدیده خودسرزنشی. ببین شما وقتی وارد یک پلتفرمی مثل اینستاگرام میشی، ناخودآگاه اصلا واینرها و سلبریتی‌ها به طرف باید این حس دست میدی که رفیق من الان داره از من بهتر زندگی میکنه، حتی هم کسی که میشناسیشا، به خاطر اینکه این پلتفرم ها فوکوس کردن روی یک لحظات به خصوص. و قطعا منم وقتی که یک دردی دارم به احتمال زیاد نمیام از اون استوری بگیرم بچه‌ها من خیلی حالم بده، خوبه، همیشه گلچین میکنه. بعد حالا میونه کلامت، من این تجربه رو داشتم. ببین حالا نه بحث دارایی ها، علاوه بحث ظاهری اگه بخوام بگم، من خیلی ها رو ممکنه تو اینستاگرام دیده باشم و بگم مثلا چه پوست صافی، چه لباس قشنگی. دقیقاً همینطوره. از نزدیک میبینی اصلا قبطه میخوره آدم. از نزدیک که دیدم، چه بسا حالا اکثرانشون از من هم لباس حالا آنچنانی ندارن پایین‌تر بودن و اینو کاملا لمس کردم. بله همینطوره. این میشه بخشی از اون پدیده خودسرزنشی. و یه بحث دیگه هم هستش، سلف دپریاکشن بهش میگن. این یک حالتی از خودسرزنشیه که توی جوامع در حال توسعه اتفاق میفته. به چه صورت؟ ببین ما الان کشور ایران، خب کشوری که تراز اول جهان نیستش، ولی حالا به لطف دانشمندامون، گروه‌های تحقیقی و کسایی که دارن روی توسعه فناوری کار میکنن، ما در مسیر رشد هستیم. و وقتی تو در مسیر رشد هستی، قطعاً از ایدئال ها خیلی متفاوتی، فقط خیلی دوری، فقط در مسیرشونی. و این پدیده خود سرزنشی یا همون سلف دپریاکشن توی همچین جوامعی مثل ما خیلی به وضوح بیشتر به چشم میاد، چون ما ناخودآگاه، چون در مسیر یک پیشرفتی هستیم، قله رو میبینیم و در مسیرشیم و ناخودآگاه این باعث میشه هی ما بگیم چرا الان اونجا نیستیم. و همین شما بیار تعمیم بده به سطح جامعه. هر کسی که احتمالاً دیدی که آمارهای پریشونی و غر زدن و ناراضی بودن خیلی زیاده. یه سوالی مثلا، حالا فارغ از همون بحث سیاسیش، تو اشاره کردی گفتی که ما میریم و افراد حالا سلبریتی واینرها مخصوصا میبینیم و به مدل لباسشون، به نحوه زندگیشون، به داراییشون قبطه میخوریم. آیا خود اینهایی که بقیه بهشون قبطه میخورن هم به کسی بالاتری قبطه میخورن؟ یعنی این زنجیروار هست؟ ببین چند سال پیش یک خانم مدلی بود که خودکشی کرد و قبل از خودکشی یک دستنوشته ازش به جا مونده بود، یک مدل خیلی معروف و با مثلا تمام اون شاخصه های زیبایی شناسی، یه دستنوشته ازش پیدا کرده بودن قبل از اینکه خودش رو بین ببره و محتواش این بودش که من خیلی ناراحتم به خاطر ظاهری که دارم، همیشه از این ناراحتم که چرا زیباتر نیستم. این یک مرض جمعیه. حتی به قول شما خیلی خوب اشاره کردی، چون کسی که نوک هرمه، چه منی که در آخرین مرحله وایسادم، این اتفاق ناخودآگاه برای همه ما میفته. مورد بعدی، نقش سوشال مدیا در حواس پرتی ما. ببینید این موضوع که من برای استراحت ذهن بخوام از یک محیطی مثل یوتیوب یا اینستاگرام استفاده بکنم اصلا ایراد نداره، اما مشکل از کجا شروع میشه؟ موقعی که من به صورت اعتیادگونه از این امکان استفاده بکنم. یعنی موقع هستش من تمام روز کارهای مهمم رو انجام دادم، سر کار رفتم، ورزش کردم، مطالعه‌مو کردم،
میگم آقا یه 20 دقیقه 1 ساعت میخوام به ذهنم استراحت بدم. ولی الان اکثریت اینطوریان که کار اصلیه شده این فضای مجازی و یک حالت اعتیادگونه براشون پیدا کرده. مورد چهارمی که مورد جنجالیه و یک مقدار بوی توطئه تفاهم میده اینه که ما گفتیم تصور عمومی اینه: تولید کننده محتوا، سکوی پخش کننده و مصرف کننده. اما این مثلث نیست و یک مربعه. نمیخوام خیلی واردش بشم چون قطعا خیلی بحثیه که روش مخالفت میاد و قطعا قراره بگن که منبع این حرف کجاست. اثبات نشده به اون صورت. اصلا هیچ جا نمیتونی اینو دقیق اثبات کنی. ولی من اول بحثم گفتم یک فرضه. شناختی که ما امروز در مورد الگوریتم داریم یک شناختیه که متخصصین و افرادی که از این پلتفرم‌ها استفاده کردن در اختیار ما قرار گذاشتن. مثلا کتابی وجود نداره مثلا تمام رازهای اینستاگرام، این کتاب زردار نمیگم، تجربه شخصی بوده. یعنی مثلا این شرکت‌های تولید کننده شون هم به صورت دقیق به ما نگفتن چه کار بکنیم. تو این همایش‌هایی که عمومی برگزار میکنن میگن اگر این کارو کنید احتمالاً جواب بیشتری میگیرید. پس حواستون باشه ما داریم راجع به چیزی حرف میزنیم که هیچ توضیح دقیق و 100% در موردش وجود نداره، صرفا تجربیاتمونه. و پدیده‌ای توی سوشال مدیا داره اتفاق میفته. ببینید الگوریتم برای کمک به ما ساخته نشده، برای اینکه از طریق ما سود برسونه به اون شرکت اصلی ساخته شده. 100% خب درآمدزایی و تبلیغات اصلا نکته همینه. ببینید شما فارغ از اینکه چه محتوایی داری، فارغ از اینکه چی میگی و چی کار میکنی، یک سری عامل‌ها بعضی موقع‌ها باعث میشه که به صورت فجیحی دیده بشی. برای مثال دارم میگم، خیلی عناوین حساسیه، امیدوارم مخاطب درک بکنه. ببین شما توی یک ویدیو میبینی مثلا 2 خانم کنار هم دیگه وایسادن، هیچ کاری از این ویدیو هم به شدت زیاده، فقط 2 نفر صرفا کنار هم دیگه وایسادن، یه نفر عطسه میکنه یا یه کار خیلی ساده و کوچیکی انجام میده، میرون بغل رو میبینی توی تیک تاک مخصوصا 22 میلیون لایک، 500,000 تا شیر. از اون طرف میبینی ویدیوهای بچه‌هایی که حالا نه نوزادها، بیانگین مثلا بالای 3 سال توی اون حدودها بیشتر دیده میشه. از طرف دیگه میبینی غذاهای حجیم و پرچرب خیلی داره به شدت دیده میشه، فست فود هایی که خیلی حجیمه. برای اینکه مخاطب حساس نشه دارم میگم الگوریتم ناخودآگاه شما رو به سمت تغذیه بد سوق میده و تغذیه بد هم شما رو به سمت گرایش های غلط سوق میده. شما توی یک لوپی گیر افتادین که فکر میکنید کاملا طبیعیه و یه چیز عرف و بامزه است. مورد بعدی، چرا هویت مجازی ما، اگه مخاطب فکر میکنه این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، تمام اینها آخرش قراره به یک نقطه برسه. هر موردی که دارم براتون شرح میکنم، چرا هویت مجازی ما با هویت واقعیمون در تضاده. ببین قبل از اینکه جواب این سوالو بدیم بیا در مورد هویت صحبت بکنیم. فلاسفه عمدتاً اینطوری تعریف کردن هویتو که هویت یک مؤلفه ثابت در هر شخصه که حالا من تو هر موقعیتی باشم احتمال میده که یک سری رفتارها رو انجام بدم. اما این هویت ما یک سری گوشه های سرکوب شده هم داره که اصلا شاید به درستی سرکوب شده. مثلا من یک بخش از وجودم تمایل دارم بی‌ادب باشم، ولی خب به خاطر هنجارهای جامعه هیچ وقت این بخش رو بروز نمیدم. اما وقتی وارد یک فضایی مثل اینترنت میشیم هویت ما در یک فضای متغیر قرار میگیره و این به ما یک آزادی عمل خیلی زیادی میده. و مثلا فکر کنم تو جمع خانواده نشستم، خیلی از حرفا رو نمیزنم ولی توی همون جمع گوشیمو ممکن عجیبم در بیارم و یه چیزایی رد و بدل کنم که اصلا شاید هیچ حتی به فکرش هم نرسیم از من برمیاد. ببین دنیای آزادتر با دنیای بیقانونتر به نظرم معقوله متفاوتیه. ما میتونیم تمام آزادی ها رو داشته باشیم اما این خط قرمز هم باشه.
تو آزاد باش، منم آزاد، ولی بخشی از آزادی تو این نباشه که من صدمه ببینم یا به من توهین برسه. بس اینکه اینترنت جهان آزادتریه. یه گوشه از آزادی نقض میشه. آزادی کامل که معنی نداره. بالاخره تو یک سری کارا رو خودت به نظر میذاره بحث ما دوره، ولی به نظرم اگه میخوای همچین چیزی راجع به اینترنت بگیم، نگیم جهان آزاد، بگیم جهانی با حداقل نظارت. به نظر این چیز خیلی بهتریه. تو ایران هم خیلی نه کپی رایت رعایت میشه، نه دقیقاً اکثر محتوا که حالا همین مورد توی یک سطحی توی آمریکا 6 سال حبس داره. دقیقا. همین رعایت نکردن موضوع ساده‌ای مثل کپی رایت. و مورد ششم که اون عمومی نبودن فضای اکسپلوره، قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم ازت یه سوال دارم. با تمام صحبت هایی که برات الان کردم، تو الان فکر میکنی که یه الگوریتم واقعا داره تو گوشی تو چیکار میکنه؟ الگوریتم اینستاگرام بر چه اساس تصمیم گیری میکنه؟ ببین حالا هنوز اونقدر قانع نشدم، ولی مورد اولی که گفتی که میریم یه سری پست‌ها رو لایک میکنیم، باور عمومی که وجود داره همون مثلثه، فعلا همونه. و حالا بیشتر میگم برای خودم پیش اومده که راجع به یه موضوعی با رفقام صحبت میکنم یا یه پستی یا اصلا یه چیزی توی تلگرام که اصلا ربطی بهش نداره، یه متنی میخونم و میبینم یک چیزی تو همون محتوا، تو همون مایه، حالا به صورت ویدیو یا عکس برام میاره. الان بذار اشاره کنم، الان محتوای ضد ازدواج، یا اصلا بعضی وقتا این تصور دارم که نکنه صدای ما هم شنود میشه، چون گفتی به همه زبان ها مسلطه دیگه. بله. هوش مصنوعی. من هنوز رو عقیده پایبندم. حالا اگه نکته‌ای هست که پس یعنی با تمام این تفاصیل هم شما، نه فقط شما، قطعا خیلی از مخاطبینی که این برنامه هم ببینن باز همچین تصوری دارن. قراره بگن که نه، هیچ چیزی خارج از این مثلث وجود نداره. نکته آخری که میخوام بهتون بگم این موضوعی که الگوریتم. ببخشید من شروع ضبط نبودم، یه سوال بچه‌ها تو اتاق صدا بودم، ذهن من مشغول. خواهش می‌کنم. الان شما اکثر مباحثی که داریم میگی درست، راه حلش چیه؟ الان جوونه امروزی، نوجوونه امروزی که تنها سرگرمیش سوشال مدیاه، اینستاگرامه، راه حلش چیه؟ ببخشید بچه‌ها من سوال سختی شخصی درمان نداره. ببینید خیلی سوال خوبی بود و توقع نداشتم. اول می‌خوای مورد آخرتو بگو؟ نه بذار اون گل کاره نگه داریم برای آخرش. ببینید تصور بکن ما یه لیوان آب داریم که 50% میکروب داره، مثلا زیر آب کثیفه و روی آب تمیزه، و ما تشنه تر از اونی هستیم که وقت داشته باشیم بخوایم این لیوان آب رو تصفیه کنیم. قضیه همینه. شما میگید خب این پلتفرم اصلا بد، پر از ایراد، منم به فرض که هیچ سرگرمی دیگری ندارم، متاسفانه مجبورشیم. یعنی ترک اعتیاد مطلقی نداره، چون من خودم یه دوره‌ای بوده که یه مدتی رفیقام هم میدونن، یه مدت طولانی و 3 ماه اینستاگرامو پاک میکردم، بعد حالا به خاطر اینکه یک چیز خاصی رو ببینم باز نصب میکردم و دوباره معتادش میشدم. حالا نه فقط اگر راجع به اینستاگرام به صورت اعتیادگونه صحبت بکنیم یا کلا هر چیزی که آدمی بهش اعتیاد پیدا میکنه، یه راهکار اصلی داره، اونم این نیستش که با این اعتیاد چی کار بکنم. موضوع اینه که باید ببینی با بقیه بخشای زندگیت باید چی کار بکنی. شما اگر بتونی تایم تو به حد اکثر حالت ممکن پر بکنی، ناخودآگاه خیلی خسته تر و کم انگیزه تر از اونی هستی که بخوای 6 ساعت رو به یکی از این برنامه ها اختصاص بدی. مهم ششم، مورد ششمی هم که وجود داره گل کار، اینکه چرا اکسپلور یک فضای عمومی نیستش. با فرض این که تمام این عملکرد توی همون مثلث خلاصه بشه، ما میتونیم یک درک و دریافتی داشته باشیم. پس آنچه که ما در محیط اکسپلور تو هر پلتفرم میبینیم یک سری محتوای طبقه بندی شده، آماده سازی شده برای ما و افرادی مثل ماست. حالا شما نمیتونی بگی چون تعدده، مثلا شما گفتی که یه خود در مورد ازدواج توی چالشو خیلی محتوای ضد ازدواج زیاد توی میاره، چالش هستی با این موضوع. خب الان وارد اینستاگرام شما بشیم قطعا احتمال میدم که پر باشه همچین محتوایی، ولی توی اینستاگرام من بیاد
قضیه کلا متفاوته، برای یکی غذا، دقیقاً موضوع همینه. و حالا این نکته به ما چه کمکی میکنه؟ بعضا من با توجه به فضای امروزی جامعهمون اینه، هر باور سیاسی، هر اخباری، هر چیزی که توی گوش، هر عقیده‌ای، آفرین، هر چیزی که شما داری امروز توی گوشیت میبینی، اون چیزی نیستش که تمام ایرانی‌ها دیدن و یا تمام ایرانی‌ها بهش اعتقاد دارن. نذارید این توهم برای فضای فکری شما درست بشه که همه دارن مثل من فکر میکنن و هر باور متفاوتی توی اقلیت وجود داره و من بر جایگاه حق و عموم نشستم. اینجا حالا یه استثنایی هم هست، چون اگه دقت کنی حالا تو جامعه کوچیک شهری خودت، نهایت محلی یا دیگه خیلی بیشتر استانی بخوایم بررسی کنیم، یک سری چیزها ترند میشه و اون ترندها با توجه به ویوشون خب خیلی عمومی ترن. مثلا یه سری شوخی های، سری تکه کلاما که مثلا جدی میفرمایید مثلا اونو خب کل ایران دیدن. و آیا امکانش هست که این الگوریتم، این مدل آخریه، به صورت عمومی سوق پیدا کنه، یعنی چیزهای پیشو با افتاده نه ترند، آروم آروم پر ویو بشن و اون میان مایگی عمومی رو یا همگون سازی اجتماعی پیاده بشه، یعنی همه شبیه هم فکر کنن؟ و اصلا اگر همه شبیه هم فکر کنن چه ایرادی پیش میاد؟ ببینید اینکه چرا ترند میشه رو که با هم دیگه بررسی کردیم. گفتیم که الگوریتم به ذات از تکرار خیلی خوشش میادش. برای مثال شاید یه ویدیوی میم شما دیده باشی، اونو تو 100 تا حالت هزاران نفر درست کنن و همشون هم پر بازدیده. این گوشه‌ای از همون علاقه‌مندی الگوریتم به تکراره. و اصلا دقت کردم وقتی یه میمی میاد یه مدت بعد که حذف میشه، دوباره ممکنه چند سال بعد دوباره جون بگیره و هنوز به کار ادامه بده. همینطوره. بخش دوم سوالتون چی بود؟ این که اشاره کردی به این که فکر نکن چون یه محتوای تو میبینی همه میبینن، ولی حالا تو اجتماع، حالا دور و بری خودم میبینم که یک سری تفکرات خاص داره همون سازی میشه، یعنی بله در لابلای اینم در راستای همون مورد چهارمیه که خیلی ها قبول ندارن توی این مثلث وجود داره. بعضی از محتواها با یک خط فکری به خصوص به دیده شدنشون از طریق اون الگوریتم کمک میشه. واقعا همینطوره. اصلا مسئله دور از ذهنی نیستش که کمپانی ها و شرکت های خصوصی بزرگ غذا با این الگوریتم، با این شرکت های مثل متا که اینستاگرام به یکی از زیر مجموعشه، یک هزینه داده باشه، نه برای تبلیغ مکدونالد، برای اینکه محتوایی که به فست فود مربوطه ترند تر باشه. متوجه چی میگم؟ که در نهایت غیر مستقیم به سمت حالا این مدل برنده واقعا همینه. بعد عرض کردم خدمتتون این سوق دادن محتوا صرفا راجبه این نیستش که چند نفر خاص دیده بشن، نه، یک جریان فکری و یک موضوعی شروع میکنه به دیده شدن که ممکنه محتوای شما هم زیر مجموعه اون عنوانی باشه که داره فراگیر میشه و شیوع پیدا میکنه. هم تغذیه جسمیمون دست اوناست، هم تغذیه فکریمون. بله تا حدودی میشه اینطور گفتش. برای یک جنبندی مناسب و مفیدی هم داشته باشیم برای موضوع، تمام این عنوان هایی که از بالا و پایین و چپ و راست مطرح کردم و شکافتم، واقعا فقط یک هدف داشتم، اونم این بودش که اتفاقی که برای ما توی فضای مجازی داره میفته یک اتفاق استاندارد و معمولی نیستش. خیلی تکرار کردم، همه چیزو داخلین مثلثه نگاه نکنید. به این حواستون باشه که افرادی هستن برای چی دیدن، چی شنیدن و چطور فکر کردن ما حاضرن میلیاردها دلار هزینه بکنن. مواظب خودتون باشید تو این پلتفرما. خیلی هم عالی، واقعا جای تأمل داره. امیدوارم که مردم بهش فکر کنن. ممنونم که موقعیت رو در اختیارم قرار دادین و واقعا با همه کم و کاستی ها سعی کردم که به بهترین شکل آنچه که داشتم و به شما و مخاطبین ارائه بدم. امیدوارم که مخاطبان ما لذت برده باشن. متشکرم. خداحافظ شما.